استقلال دولتی برای ملت تاجیک نشان برجسته پایداری دولت، بقای سیمای ملت، رمزی اصالت و هویت، عملی‌شوی آرمان‌های تاریخی و شرف و اعتبار به جهان متمدن پیوستن تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار می‌باشد. در دوران مستقلیت ملی تاجیکستان به مرحله نوی رشد و تطبیق هدف‌های استراتژی وارد گردیده، صلح و ثبات سرتاسری و حیات آسوده برای هر یک ساکن کشور تامین کرده شد. شهر بوستانی کلاب دوام سالهای استقلال دولتی در همه سمت‌ها با دستاوردهای بی‌نظیر نائل شده، سطح زندگی ساکنان نیز به مراتب بهتر گردید. با مقصد سزاوار استقبال نمودن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر کلاب تدبیرهای آبادانی و سازندگی با وسعت جریان داشته، ساکنان شرفمند این گوشه دیار در فضای امن و آسایش کامل زندگی شایسته دارند. شهر بوستانی کلاب یک گوشه تاجیکستان صاحب استقلال امروز در مرحله رشد و پیشرفت قرار دارد. ساکنانش با اظهار قناعتمندی و شکرگزاری از فضای آرام و آسوده و تشبث و دستگیری‌های همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی در شرایط آسایشگی دیار زندگی و فعالیت سازنده دارند. در نتیجه عملی سازی تدبیرهای شایسته دوره به دوره این شهر بوستانی به خود سیمای نو گرفته، رشد با مرامی ساحه‌ها به تدریج تامین گشته ایستاده است. با مقصد استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر کلاب بنیاد 494 انشاءات به نقشه گرفته شده است. از این تعداد انشاءات بنیاد شونده در ساحه معارف 86 انشاءات، تندرستی 51، صنایع 42، ورزش 19، خدمت رسانی 51، سودا 42، بناهای بلندآشیانه و معماری 38 و دیگر انشاءات در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق نقشه گذاری شده. دوره به دوره بنیاد و موارد بهره برداری قرار داده می شوند. روند بنیادکاری ها از جانب شرکت‌های گوناگون ساختمانی وطنی با جلب متخصصان ورزیده و ساکنان محلی با وسعت جریان دارد. قامت افراختن بناهای گوناگون بلندآشیانه در مرکز شهر بار دیگر حسن ظاهری این شهر بوستانی را زینت خاصه بخشیده، همزمان طلبات ساکنان را جهت دسترسی به خانه‌های خوش‌طرح و زمانوی قانع می‌گرداند. طبق معلومات‌ها از مجموع انشاءات بنیاد شونده جشنی تا کنون 203 انشاءات مورد استفاده بری قرار داده شده. عین حال در 165 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی با مرام جریان دارد. این همه پیشرفت و شکوفایی‌ها و دستاوردهای روزافزون ساکنان پیش از همه نتیجه پایداری، صلح و ثبات و امن و آسایشگی کامل وطن است که برای مردم شرفمند تاجیکستان جهت تامین زندگی آسایشته و رسیدن به فتح قله‌های مراد زمینه مساعد فراهم آورده شد. با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی و صلح و ثبات سراسری تاجیکستان صاحب استقلال و همچنین سیاست واقعا هم خیرتمندانه و رعیت پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، ما مردم شهر کلاب واقعا هم در یک فضای کاملا امن و ثبات سیاسی کار و فعالیت نموده ایستاده‌ایم و شکرگزار و خوشبخت از آن هستیم که وطن محبوب ما امروز در مرحله شکوفایی و رشد و نموی بی‌میلان قرار دارد. امروزها تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی‌ها در شهر کلاب با وسعت جریان دارد. در برابر دستگیری‌های منتظم حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبث‌های مقامات محلی، ساکنان و صاحبکاران وطنی نیز بهر آبادی و آسایشگی این گوشه دیار پیوسته سهمگذاری می‌نمایند. همزمان در شهر کلاب دایر بر رشد ساحه صنعت، معارف و تندرستی، فرهنگ، ساختمان، راه و نقلیات، کشاورزی، ورزش و دیگر ساحه‌های مهم دولتداری زمینه مساعد فراهم آورده شده تا رفت دستاوردهای زیاد پدید آمده ایستادند. در دوران استقلالیت از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه از طرف پیشوای معظم ملت در شهر کلاب شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. این هم باشد از تأسیس منطقه صنعتی، از تأسیس منطقه آزاد اقتصادی. گفتن ممکن است که امروز برای تأسیس کارگاه و کارخانه‌های صنعتی که یکی از مشکلات اساسی با جای کار تامین نمودن اهالی میباشد، زمینه مساعد میگذارد. ساکنان این شهر بوستانی چنین کامیابی‌های روزافزون را ثمره پایداری استقلالیت دولتی می‌دانند که سال جاری شهروندان مملکت 33مین سالگرد این جشن ملی و مقدس را تجلیل می‌نمایند. فضای شبانه شهر بوستانی کلاب با تامین روشننمایی خاصه و نصب چراغان و فواره‌های زیبا و رنگارنگ در باغ و گلگشت‌های فرهنگی و فراغتی محیط سیر و استراحت را برای ساکنان و مهمانان باز هم فرحبخش و خاطرمند می‌گرداند. همزمان هر بیگاه در باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلاب برنامه‌های کنسرتی گذرانده می‌شود که ساکنان در فضای آرامی و آسایشگی با فراغت استراحت می‌نمایند. با شکرگزاری از استقلالیت دولتی امروز مردم
سربلند تاجیک در یک فضای صلح و ثبات کامل امور به سر برده ایستاده‌اند و امروز نیز طوری به همه ما و شما معلوم است از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کلاب در باغ فرهنگی میر سعید علی همدانی جشن شکوه استقلال رفته ایستاده است که ساکنانش از آن بهره میگیرند. همزمان در شهر کلوب دایر به جلب سیاحان داخلی و خارجی امکانیت‌های وسیع فراهم آورده شده است. برای سیر و سیاحت و استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان موضع‌های تاریخی، مؤسسه‌های گوناگون فرهنگی، باغ و گلگشت‌ها و دیگر گوشه‌های زیبای این شهر واقعاً هم تاریخی بهترین شرایط محسوب می‌یابد که در همه فصل سال هم در حالت روزانه و هم در شبانه شهروندان می‌توانند از چنین امکانیت‌ها فراوان بهره برداری نمایند. ساکنان کشور امروز با اظهار قناعتمندی، شکرگزاری و افتخار دارند که در جمهوری تاجیکستان استقلالیت واقعی پایدار بوده، در چنین فضای آرام و آسایشته زندگی و فعالیت سازنده دارد. ثمره نیک استقلال است که امروز تاجیکستان در دنیا چون دولت صلح‌خواه و صلح‌پرور شناخته شده. تجربه صلح تاجیکان منبع آموزش جهانیان گردیده است. استقلالیت دولتی برای امروز و فردای درخشان ملت تاجیک همه شرایط و امکانیت‌ها را فراهم آورده، حیات آرام و آسایشتگی ساکنان را تامین ساخته است. محمد جان بازار، عالم افروزی تقوی مراد، کلاب برای برنامه اطلاعاتی خبر.